تو سال 1405 آیا میشه یوتیوب کار کنیم؟ اول بگم از الان شروع کنیم. از همین لحظه شروع کنید. شما یه کانال بزنید، شروع کنید پست گذاشتن داخلش. یه موضوع ثابت انتخاب کنید. نکنید مثلا شما میرین یه فروشگاه، فرض کنید فروشگاهش قاطی پاتی باشه، اصلا نمیفهمید چی باید بخرین. معمولا کمتر کسی میره تو اون مغازه. ولی اگر به یه مغازه تمرکز داشته باشه، حداقل یه قسمتش تمرکز داشته باشه رو کیف و کفش، یه قسمتش تمرکز داشته باشه رو لباس، یه قسمتش تمرکز داشته باشه روی یه چیز دیگه، شما اونو راحت تر میخرین. پس باید موضوعتون مشخص باشه. درسته؟ بعد مورد دیگه ای که وجود داره، شما یه سری سایت ها هستن، یک سری نرم افزارها هستن، شما به حساب عکس یوتیوبتون یا عکس آپاراتتون رو بهشون میدین و عیباشو بهتون میگن. خب مورد بعدی، سعی کنین ویدیوها رو خودتون بسازین. ویدیوها باید بلند باشن بهتره، یعنی برای اون کسب درآمدش بهتره. ولی ویدیو کوتاه هم بعد از اینکه به درآمد رسیدین کافی هستش. میتونین پول در بیارین، ویدیو کوتاه رو بیشتر میبینن. خب سعی کنید اگه براتون کامنت میذارن شما نظرها رو بخونین، جواب بدین که پیجتون بیشتر دیده بشه. سعی کنین از مخاطب سوال بپرسین، مخاطب رو درگیر کنین. بعد از پایه استفاده کنین، سپایه بذارین و ثابت راحت پست بذارین، تولید محتوا داشته باشین. قصدتون هم این باشه که یه چیزی رو ارائه بدین، یه خدماتی رو ارائه بدین. اول هیچکی به قصد پول و درآمد کار انجام نمیده. بعد کاری که باید بکنی، قانون کپی رایت خیلی مهمه. بعضی آهنگ ها، حتی آهنگ های فارسی که شما میذارین، اینا مشکل کپی رایت داره و بعداً یا حتی مسدودش میکنه و یا ما ممکنه مشکلاتی برای شما ایجاد بشه. شما این قوانین رو باید بدونین و رعایت کنین. حتی عکس، بعضی عکس ها که حق کپی رایت داره هم به هیچ وجه شما نباید استفاده کنین. پس نتیجه میگیریم شما همین الان شروع کنین، کانالتون رو بسازین، پستاتون رو بسازین، داخلش قرار بدین، موضوعتون واحد باشه، نورپردازی درست باشه. بعد سعی کنین قصدتون به حساب آموزش و بیان مطالب باشه تا انشالله به کسب درآمد برسید.